اگه دنبال یه گوشی خاص و ویژه میگردید که نگاه‌ها رو به سمت خودش جلب کنه و تا مدت‌ها نمونه دیگه‌ای ازش نبینید، این ورژن لامبورگینی از K70 اولترا گوشی متفاوت و جالبیه. این گوشی البته بجز این ظاهر متفاوت و حافظه بالاترش تقریبا هیچ تفاوتی با نسخه عادیش نداره و اگه ظاهر گوشی براتون مهم نیست، میتونید نسخه عادی این گوشی رو با هزینه پایین‌تر تهیه کنید. سلام دوستان، من آرش افراسیابی هستم از سایت موبایل داتایا. رو تو این بررسی رفتیم سراغ گوشی متفاوت و پیشرفته ردمی K70 اولترا از شرکت شیائومی که جایگزین K60 اولترا سال گذشته شده. K70 اولترا رو فروشگاه آیسی موبایل برای بررسی در اختیار ما قرار داده که پیشنهاد می‌کنم حتما یه سری به فروشگاه جذابشون بزنید. طراحی مهمترین بخش یک گوشی کاستوم و K70 اولترا مطمئنا از این قاعده مستثنا نیست. طراحی بخش پشتی گوشی تو نسخه لامبورگینی جذاب و چشم نواز و تو هر دو رنگ نارنجی و سبز کاملا جلب توجه میکنه. نیمه پایینی تو نور به دو قسمت مجزا تقسیم میشه و مجموعه دوربینا هم توی محوطه 5 ضلعی برجسته قرار گرفتن. خود لنزهای دوربین هم که کاملا مجزا از هم طراحی شدن هم باز از این قسمت بالاتر قرار دارن. شاسی گوشی مثل یه پرچمدار پیشرفته فلزی و خطوط آنتن هم به همین نکته اشاره میکنن. اجزای بخش بالایی نسبت به قبل تغییری نکردن و تو سمت راست هم فقط طراحی برجسته کلید پاور تغییر کرده. پایین گوشی همون اجزای قبلی دیده میشن و اسلات سیم کارت هم فقط 2 تا سیم کارت نانو میخوره و از کارت حافظه هم مثل قبل پشتیبانی نمیکنه. دور تا دور صفحه نمایش حاشیه‌های کوچیک و باریکی دیده میشه که تقریبا تو هر 4 طرفی اندازن و نسبت به K60 اولترا کمتر شدن. دوربین سلفی هم هنوز تو حفره پانچی بالای پنل و تفاوتی نسبت به قبل نکرده. K70 اولترا گوشی کوچیک و سبکی نیست و با اینکه طول و عرضش نسبت به مدل سال قبل کمتر شده، اما ضخامت و وزنش نسبت به K60 اولترا بیشتره. با اینکه هر سه مورد طول، عرض و ضخامت گوشی نسبت به K60 اولترا سال قبل کمتر شده، اما هنوز با گوشی کوچیکی روبرو نیستیم و وزن نسبتا سنگینش هم تو دست کاملا احساس میشه. صفحه نمایش دستگاه رو کاغذ هیچ فرقی با K60 اولترا سال گذشته نکرده، اما حاشیه‌های کمتر دور تا دور صفحه نمایش جذابیتش رو بالاتر برده و تنظیمات جدیدی هم برای صفحه نمایش در نظر گرفته شده. K70 اولترا با یه صفحه نمایش 12 بیتی 6.67 اینچی اولد با وضوح 2712 در 1220 پیکسل و تراکم 446 ppi ارائه میشه که رو کاغذ تفاوتی نسبت به قبل نکرده. روشنایی دستی این صفحه نمایش تو سطح بالایی و با فعال کردن روشنایی خودکار هم محتوای صفحه به راحتی زیر نور مستقیم خورشید قابل مشاهده است. تو منوی تنظیمات رنگ این پنل گزینه پیش‌فرض جدیدی به اسم رنگ‌های اصلی اضافه شده که دقت رنگ بالاتری نسبت به بقیه گزینه‌ها داره و تو بخش تنظیمات پیشرفته هم میشه المان‌های مختلف رنگ پنل رو تغییر داد. گرمتر و سردتر کردن رنگ به دلخواه کاربر و تطبیق رنگ با محیط اطراف هم از همین بخش قابل انجامه. تو لیست مشخصات صفحه نمایش به نرخ رفرش 144 هرتزی اشاره شده، اما این نرخ عملاً فقط تو بعضی از بازی‌ها به دست میاد و تو بقیه شرایط با یه صفحه نمایش عادی 120 هرتزی روبرو هستیم که خیلی هم تطبیقی نیست. صفحه نمایش تو حالت پیش‌فرض تقریباً تو همه موارد با سرعت 120 فریم در ثانیه به روز رسانی میشه و با برداشتن انگشت از روی صفحه این نرخ به 60 فریم برمیگرده. صفحه همواره روشن با نرخ 30 فریم بر ثانیه رفرش میشه و فقط تو بعضی بازی‌هاست که سرعت رفرش از 120 هرتز بیشتر میشه و به 144 هرتز میرسه. اگه گزینه پیش‌فرض رو به 60 فریم تغییر بدیم دیگه از نرخ 120 فریمی خبری نیست، اما هنوز صفحه AOD با همون 30 فریم بر ثانیه رفرش میشه. تو همین منو میشه گزینه دستی رفرش تا 144 هرتز رو هم انتخاب کرد که دقیقاً مثل حالت اول و هیچ تغییری تو صفحه همواره روشن بازی‌های 144 هرتزی ایجاد نمیشه. شرکت سازنده اسم رابط کاربری دستگاه از میوآی قبلی به هایپر او اس تغییر داده، اما تقریبا همه چیز مثل قبل و این یعنی بزرگترین مشکل گوشی‌های شیائومی یعنی رابط کاربری پر تبلیغ و اونا سر جای خودش باقیه. K70 اولترا با رابط کاربری هایپر او اس جدید شیائومی ارائه میشه که حداقل تو ظاهر فرق زیادی با میوآی 14 قبلی این شرکت نداره و سیستم عاملش هم از نوع اندروید 14. تو رام چینی این گوشی تو صفحه قفل زمان، تاریخ و آب و هوا تو بخش بالایی و میانبرهای پایین صفحه و والپیپرهای چینی سمت چپ هم به همون صورتی هن که قبلا دیدیم.
تو صفحه هوم هم شرایط مثل قبل و دسکتاپ سمت چپ و گزینه‌های ادیت این صفحه تغییری نکردن. با کشیدن صفحه رو به بالا یه برنامه چینی به اسم مرکز محتوا ظاهر میشه و به جز اون تعداد بسیار زیادی برنامه‌های چینی تو این رام وجود داره که دسترسی‌های مختلفی ازتون درخواست میکنن. برنامه‌های سیستمی هم یه لیست بلند بالا دارن که تو اغلبشون تبلیغات ناخواسته ای نشون داده میشه که نمیتونید حذفشون کنید. فرم منوی ریسنت تغییری نکرده و با لمس این دکمه علاوه بر نمایش برنامه‌های جدیداً اجرا شده میشه یه برنامه رو صفحه شناور کرد. تو همین منو گزینه‌ای برای اجرای دو تا برنامه بالا و پایین صفحه در نظر گرفته شده که میشه مستقلاً ازشون به صورت همزمان استفاده کرد. با کشیدن سمت چپ صفحه نمایش رو به پایین اعلان برنامه‌ها ظاهر میشه و تو سمت راست هم تاگل‌ها و میانبرهای گوشی قرار گرفتن که حالا بدون برچسب اسمن و بعضیاشون گیج کننده به نظر میرسن. تو بخش ادیت میشه تاگل‌های جدیدی به این قسمت اضافه کرد که زیر میانبرهای قبلی قرار میگیرن. منوی تنظیمات کاملا مشابه قبل و تو نگاه اول هیچ تفاوتی با میوای 14 نداره. اتصال متقابلی بخش جدید تو این منوی که میتونه گزینه‌های مختلفی و بین دستگاه‌های شیائومی مجاور هم با یه حساب کاربری یکسان به اشتراک بذاره. شیائومی برای پردازش تو K70 اولترا مثل سال قبل سراغ یه چیپست پرچمدار از شرکت مدیاتک رفته که رو کاغذ به راحتی اسنپ دراگون 8 جنسه رو به زانو در میاره. اما این همه این ماجرا نیست و کنترل حرارت یه مقدار این رقابت رو تغییر میده. K70 اولترا با پروسسور 4 نانومتری دیمنسیتی 9300 پلاس شرکت مدیاتک ارائه میشه که به کل از هسته‌های رد پایین سری 5 توش صرف نظر شده و به جای یه هسته 4 تا هسته کورتکس X4 رو به کار گرفته و 4 تا هسته بعدیش هم از نوع A720 انتخاب شدن. گرافیک پرچمدار ایمورتالیز G720 این چیپست 12 هسته‌ای و رمش هم از نوع LPDDR5X. امتیاز گوشی تو تست گیکبنچ 6 تو هر دو حالت تک هسته‌ای و چند هسته‌ای طبق انتظار بالاست و به خوبی از پس گوشی قدرتمندی مثل S24 اولترا با نسخه اوورکلاک شده اسنپ دراگون 8 جن 3 تو هر دوی این تست ها برمیاد. توی نسخه 10 امتیاز 1,941,000 واحدی گوشی از رقبای اسنپ دراگونش کمتر و به نظر بخش گرافیکی مقصر این ماجراست. گوشی تست ما تو این حالت نزدیک به 17 درجه گرم شد. از همین بخش نوع حافظه داخلی هم میشه سنجید که طبق انتظار از نوع پرسرعت UFS 4 انتخاب شده. تو تست گرافیکی واید لایف اکستریم 3D مارک ضعف گرافیک بیشتر خودش نشون میده و با اینکه هنوز با امتیاز بسیار بالایی روبرو میشیم اما با گرافیک ادرنو 750 اسنپ دراگون 8 جن 3 فاصله مشخصی داریم. K70 اولترا تو تست استرس همین آزمون فقط تونست 67% از توان اولیه‌اش رو حفظ کنه و زیر بار تا حدی داغ شد که گرفتن گوشی تو دست مشکل بود. K70 اولترا تو تست استرس پردازنده هم فقط 51% از توان اولیه‌اش رو حفظ کرد و بیش از اندازه داغ شد. ظرفیت باتری تو K70 اولترا 10% بیشتر شد و این کاملا به نفع کاربر تموم میشه. شارژر 120 واتی گوشی که تو نسخه لامبورگینی به رنگ مشکی طراحی شده همچنان تو جعبه دستگاه و طبق تست ما نزدیک به 30 دقیقه زمان نیاز داره تا باتری گوشی رو به طور کامل پر کنه. ظرفیت باتری گوشی از 5000 میلی آمپر ساعت سال قبل به 5500 میلی آمپر ساعت رسیده که این با توجه به تغییر نکردن اندازه و وضوح صفحه نمایش و لیتوگرافی 4 نانومتری پردازنده به معنای دوام و بالاتر باتری دستگاه. این باتری اینطوری با یه بار شارژ توی استفاده متوسط رو به بالا میتونه تا حداکثر 1.5 تا 2 روز انرژی مورد نیاز دستگاه رو تامین کنه. برای شارژ سریعتر این گوشی باید از منوی انتخاب‌های شارژ باتری گزینه تاپ اسپید رو انتخاب کرد که باعث گرمتر شدن باتری حین شارژ میشه. مجموعه دوربین گوشی رو کاغذ هیچ تفاوتی نسبت به K60 اولترا سال قبل نکرده اما عملاً دوربین اصلی تغییر کرده و هم تو سنسور هم تو مجموعه لنز رو به عقب حرکت کرده. دوربین اصلی گوشی مثل قبل 50 مگاپیکسلی اما سنسور 1/1.56 اینچی IMX 906 نسبت به حسگر 1/1.49 اینچی K60 اولترا یه مقدار کوچیک‌تر شده و لنز f1.8 هم با اینکه دیافراگم بازتری داره اما دیگه 7 جزئی نیست و یه نمونه 6 مرحله‌ایه. دوربین 8 مگاپیکسلی اولترا واید هنوز فوکوس خودکار نداره و دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو هم به همین ترتیب بیشتر نقش تزئینی داره. عکس‌های اتوماتیک روز دوربین اصلی تو صفحه نمایش خود گوشی کاملا با کیفیت و خوشاب رنگ به نظر میان و جزئیات بالا و طیف دینامیکی وسیعی رو ارائه میدن. رنگ این عکس‌ها البته یه مقدار اغراق شده است و جزئیات ریزشون هم با توجه به قیمت بالای گوشی میتونست بهتر باشه.
از دوربین اولتراواید رو کاغذ انتظار زیادی نمیره، اما تو نور کامل روز قبل از بزرگنمایی عکس‌های قابل قبولی رو برداشت میکنه و رنگ‌های اغراق شده‌ش هم مناسب شبکه‌های اجتماعیه. تو برش اندازه واقعی این تصاویر هم جزئیات زیادی دیده نمیشه و کناره‌های کادرشون هم یه مقدار به هم ریخته است. دوربین ماکرو با وضوح پایین غیبت فوکوس خودکار از حد یه دوربین تزیینی فراتر نمیره و عکس‌های فلت و کم جزئیاتی رو برداشت میکنه و با اختلال لنز تو کنارها و هجوم نویز تو نور کم روبروه. عکس‌های اتوماتیک دوربین اصلی تو شب جزئیات متوسط رو به بالایی ارائه میدن و با فعال کردن حالت شب هم تغییر خاصی توشون ایجاد نمیشه. تو این مورد هم با توجه به رده قیمتی گوشی انتظار بالاتری از K70 اولترا میره و از نظر سطح جزئیات نسبت به بعضی از رقباش ضعیف‌تر عمل میکنه. عکس‌های اتوماتیک شب دوربین اولتراواید تو اغلب اوقات سیاه و بدون استفاده از کار در میان، اما نایت مود به خصوص تو زمینه نور اونا رو متحول میکنه. عکس‌های این دوربین البته تو هر دو حالت از نظر سطح جزئیات فوق‌العاده نیستن و فاصله زیادی با دوربین اصلی دارن. دوربین اصلی هنوز میتونه با وضوح 8K فیلم برداری بکنه و سرعت فریمش هم از 24 به 30 فریم در ثانیه رسیده، اما هنوز کیفیت بالاتر رو تو وضوح 4K به دست میاریم و دوربین اولتراواید هم هنوز به وضوح 1080p اکتفا میکنه. دوربین اصلی به OIS یا لرزه‌گیر اپتیکال مجهزه و از EIS یا لرزه‌گیر دیجیتال هم پشتیبانی میکنه. ویدئوهای 4K 60 فرمی دوربین اصلی پر از جزئیات با کنتراست بالا و رنگ‌های اشباع شدن اثری از نویز و لرزش‌های اضافی دستشون دیده نمیشه. سطح جزئیات تو وضوح 4K با 30 فریم در ثانیه دوربین اصلی همچنان بالاست و به ظاهر دقت رنگ بالاتری هم تو این حالت به دست میاریم. ویدئوهای 1080p دوربین اولتراواید جزئیات نازل و دقت رنگ پایینی دارن و مشکل اختلال تصویر تو کنارهای کادرشون هم همچنان برقراره. خب اینم از گوشی جذاب ردمی K70 اولترا نسخه لامبورگینی که به جز شکل ظاهری و یکی دو تا اختلاف جزئی تفاوت خاصی با K70 اولترا عادی نداره و تو نگاه اول با شاسی فلزی، حاشیه‌های باریک دور تا دور صفحه نمایش و یه پردازنده سریع و قدرتمند همه گوشی‌های همردش رو به چالش میکشه. از ساخت و استحکام گوشی با شاسی فلزی و استاندارد IP68 بدنه میشه کاملا راضی بود و عملا بجز وزن نسبتاً بالا و سطح براق و جاذبه اثر انگشت بخش پشتی ایراد دیگه‌ای بهش وارد نیست. روشنایی دقت رنگ صفحه نمایش تو سطح یک گوشی پیشرفته پرچم داره، اما هنوز از LTPO توش خبری نیست و اون نرخ رفرش 144 هرتزی رو هم فقط تو بعضی بازی‌ها ارائه میده. K70 اولترا تو دوربین حرف زیادی برای گفتن نداره و با اینکه عکسای روز دوربین اصلیش هنوز راضی کننده است، اما تو نور کم شرایط تغییر میکنه و به نسبت رده قیمتیش انتظار بالاتری از این مجموعه میره. از دوام باتری و سرعت شارژ گوشی کاملا رضایت داشتیم و چیپست دیمنسیتی 9300 پلاس گوشی هم یکی از بهترین پروسسورهای موبایلی حال حاضر بازاره. گوشی البته هنوز زیر بار بیش از اندازه گرم و داغ میشه و بخش بزرگی از توان پردازشی و گرافیکیشو از دست میده. اگه به اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی نیاز داشتید میتونید به بررسی متنی تخصصی ردمی K70 اولترا تو سایت موبایل داتایر مراجعه کنید که لینکش پایین همین صفحه براتون گذاشته شده. ممنون از همراهیتون، به امید دیدار.